ای خدای مهربان، میخواهم با تمام وجودم اعلام کنم من زنده‌ام، قویم و آماده‌ام برای تمام آنچه زندگی برایم دارد. به من بیاموز که هیچ رویایی بزرگتر از دستهای تو نیست و هیچ مانعی محکمتر از نوری که در قلبم نهادی نخواهد بود. خدایا، من آماده‌ام تا یاد بگیرم که امید فقط انتظار فردا نیست. امید یعنی همین امروز، همین لحظه، قدم برداشتن و خلق کردن و عاشقانه زیستن. پروردگارا، هر بار که شک میکنم یادآوری کن که تو با منی. هر بار که میترسم یادآوری کن که قدرت تو در درونم جریان دارد. و هر بار که میافتم دستم را بگیر و نشانم بده که افتادن پایان راه نیست، بلکه فرصتی است برای پرواز دوباره. امروز با قلبی سرشار از عشق به خودم و جهان حرکت میکنم، میسازم و مطمئنم که در کنار تو هیچ رویایی دور از دسترس نیست.